سلام بچه‌ها، به سری اول داستان‌های ترسناک خیلی خوش اومدید. بچه‌ها قبل از هر چیزی که داستان ترسناکمون رو شروع کنم اینو میگم که لایک و کامنت یادتون نره و من رو دنبال کنید و حتما کانال من رو دنبال کنید و بگید که داستان ترسناک بعدی چه چیزی باشه. خب بچه‌ها داستان امروزمون هم وایلت وان یا مرد جوشیده شده و به عبارتی دیگه یک جوشیده شده. خب بچه ها در واقع این داستان یک مردی که کاملا جوشیده شده و صورت کاملا ترسناک و قرمزی داره و خودشو میتونه به شکل‌های مختلف در بیاره و قدش هم بسیار بلنده و بدنش هم کاملا سیاهه. بچه ها در واقع مرد جوشیده شده از زمانی پیدا میشه که یک مستند بوده که مردم اون رو میدیدن و از زمان قدیم تا الان. خب بچه ها این مرد جوشیده شده وقتی توی مستند دارن حرف بزنن قیافش پیدا میشه و میاد بیرون و به مردم یه چیزایی رو میگه. بچه ها به مردم میگه که من هر شب به خواباتون میام و شما نمیتونید بخوابید و همیشه صبح که پا میشی با چهره من روبرو میشی و خلاصه تهدیدهای دیگه که بقیه‌شو نمیدونم و حتی تصاویری که همینجوری تو میبینید، ویدیوهایی که الان میبینید، این ویدیوهایی هستن که قربانی ها وقتی که خواب بودن همش مرد این جوشیده شدن میدیدن و همش با چهره اون روبرو میشدن. بچه ها در واقع مرد جوشیده شده کلی تهدیدایی میکنه که در واقع یکی از قربانی ها که یک پسر بوده میگه که من همش خواب ندارم و نمیتونم بخوابم و هر شب با چهره اون آشنا میشم، روبرو میشم، همش با چهره اون روبرو میشم و فقط اونو میبینم. بچه ها مرد جوشیده شده در واقع این داستان افسانه‌ایه که معلوم نیشاید واقعی باشه، اما خیلی از قربانی ها اونو گفتن که توی دنیا واقعی وجود داره و دیدنش. بچه ها تازه بازیش هم توی مارکت ساخته شده و این بازی که توی مارکت ساخته شده همه رو به ترس آورده. این بازی انقدر ترسناکه که همه ازش میترسن و متاسفانه مرد جوشیده شده خیلی قدش بلنده، خیلی ترسناکه هستن. شما چهرهش رو ببینید خیلی میترسید. خب بچه ها این بود از داستان امروزمون. بچه امیدوارم از این داستان امروزمون خوشتون اومده باشه و به امید دیدار. خدا نگهدار.